این لحظه مرگ صادق اشتری است، معروف به بابک. بعد از اینکه روی سربازان گمنام امام زمان اسلحه کشید، آماده فرار از ایران بود، اما همینجا زمینگیر شد و تقاص پس داد. تقاص گلوله هایی که شلیک کرد و جان مردم و حافظان امنیت را گرفت. او همان تروریست مسلح کلانتری تهران پارس است. اشتری در اربیل عراق توسط موساد آموزش دیده و مدتها اینجا مخفی شده بود. اطراف تهران در یک خانه تیمی تحت پوشش یک زن. از اولی که صادق دیدم مسلح بود، با خودش سلاح حمل می‌کرد. او از اینجا با یک افسر موساد سرویس جاسوسی رژیم صهیونی در خارج از مرزها در ارتباط بوده. برای اینکه با او دیدار داشته باشد به یکی از کشورهای منطقه میرفته. تحت پوشش یک شرکت تجاری در ایران هم فردی به نام کوروس، یک سرمایه‌دار وابسته به پهلوی، جیبش را پر می‌کرد. هر چی میگفت باور داشتم. کوروس تا 7 نوبت $10,000 برای او خرج کرد و یک ماشین هم در اختیارش گذاشت. فقط در یک نوبت حالی 10,000 تا اول بهش دادم برای تامین هر چه لازم دارد، مثلا اسلحه. 2 تا کل براش گرفت. یه دونه کلاش بود، 3 تا خشاب داشت، فشنگ داشت، 2 تا کلت داشت، بعد 2 تا کارتون فشنگ داشت. برای اینکه شناسایی نشود همه معاملاتش را اینطور انجام میداده. همیشه یک کیف پر دلار داشت بدون استفاده از کارت بانکی. هر موقع پول کم میارم میدم به وکیلم، دلار میکنه برام میفرسته. حالا همه چیز آماده است. دستور شروع ترور صادر می شود. چند ساعت قبل از اینکه پایشان به تهران پارس باز شود، دیوانه‌وار مواد مصرف می کنند. اون میزان تریاکی که اون شب کشید برای 5-6 نفر آدم تریاکی زیاد بود، ولی اون همه رو کشید. او داره تریاک میکشه. گفتم برای چی داره تریاک میکشه؟ گفت من اینو ما مصرف میکنیم که به قول معروف ترسی نداشته باشیم. سر و کلهشان پیدا می شود. همه لباسا مشکی کامل ست مشکی بود. قبل از شروع به ترور در محدوده کلانتری، 9 نفر از تیم 15 نفرش را اطراف ساختمان کلانتری مستقر می‌کنند. اون چند نفری که آماده کرده بود از قبل براش سنگر درست میکردن و یک تیم موتوری که باید مسیر را برای آنها باز کند. اگه کسی سمت من اومد نذارین، شلیک کنید، بزنید. من از پشت تأمین بکنید، یعنی اگه هر کی اومد منو خواست بگیره یا بزنه شما بزنید. فضا باید ملتهب شود. روبروی کلانتری چند خشاب خالی می‌کند. خشابو داد به من. خشابو علی براش پر کرد. صادق اشتری از مردم میخواست که در حالی که اسلحه دستش بود از مردم میخواست که بیان جلوتر. مردم که جلوتر آمدند، مأموریت اصلیش شروع می‌شود. هر کس از مردم که جلو آمده باید به رگبار بسته شود. این دستور افسر موساد است. هرچه می‌توانی از مردم بکش. رگبار و تکتیر و ماشینایی که جلوش بودن هر چی بوده فقط مسیر مستقیم رو میزده. مردم رو بزنه، کشته سازی بکنه، نمیدونم حالا فرق دیگه با حالش نمیکرد. صادق براش مهم نبود داره کدوم سمت شلیک میکنه، کیو میزنه. به سمت مامورا شلیک میکرد، به سمت کلانتری شلیک میکرد، به سمت مردم شلیک میکرد. حتی یه پراید با یه پژو هم که از روبرو داشتن میومدن به سمت اونام شلیک میکرد. فقط دوست داشت تعداد کشته ها بیشتر باشه که توی 1 ساعت راحت 1000 تا فشنگ شلیک کرد به سمت مردم و مامورا. راحت 30-40 نفر کشته شدن اونجا. بعد از اجرای دستور ترور مردم در تهران پارس، او و اعضای شبکه‌اش به مکانی در اطراف کلانتری می‌گریزند. گفتم شب من یه کارگاه دارم، میتونید اونجا بخوابید. بابک به افسر موساد زنگ میزند. برایش گزارش مکتوب هم میفرستد که کار تمام شده و طرح کشته‌گیری از مردم برای کشته‌سازی موفق بوده. گفت رئیسم به من زنگ زده، گفته که آره موفق شدی، منو خوشحال کردی، منو سربلند کردی. او و اعضای تیم ترورش پیش کوروس هم میروند، جشن میگیرند و کوروس روی سرش $1000 شاباش میریزد. 1000 تا بهش دادم. شبکه‌های گسترده کودتا و ترور مثل آنچه بابک ساخته بود قرار بود با کمک باقی‌مانده‌های پهلوی و افسران موساد پازل فتنه آمریکایی صهیونی را برای نابودی ایران تکمیل کنند. دستشان به خون مردم آغشته شد. همه چی تمام شده است. تا آخر هفته هم حمله نظامی میکنن. حتما بیا تهران که فردا اگه شاهزاده اومد
من بتونم برای تو یه کاری کنم پستی سمتی. و تحت رصد و اشراف سربازان گمنام امام زمان در وزارت اطلاعات که قرار گرفتند، خیال خام نابودی ایران را با خودشان به گور بردند. با توهم گل فکر میکردیم تهران فتح. محمد جواد رضا سلطانی، خبرگزاری صدا و